حدیثی روز از شبکه حکمت. فرستاده الله صلی الله علیه و سلم گفتند: دو گرگ گرسنه که بین رمه گوسفندان رها کرده شدند، برای آنها زیان بسیار نمی آورند، اما خواهشات زیادی به دست آوردن مبلغ و وظیفه های بلند زیان بزرگ برای دین یک انسان می آورد. راهی راست و نجات هر یک مؤمن این سنت محمد صلی الله علیه و سلم است.